ما داو جونز هستیم، ساعت 11:49 دیگه نزدیک نیمه شبه دیگه، 16 جون 2026. حالا من اگه برگرده به منطقه قرمز ورودم رو میزنم. بله و فعالش میکنم. ببینیم چه اتفاقی میفته. برای ریوارد 2، البته چون نیمه شب هست اینجا دیگه یه ریوارد 1 رو بگیریم و در بریم هم بسیار کار درستی انجام دادیم. فعلا رو ریوارد 2 من ست کردم. بله، ببینیم چه اتفاقی میفته و به اشتراک میذارم. خب ریوارد 1 رو رد کرد. بریم ببینیم ریوارد 2 رو هم میتونه فتح بکنه یا نه. خب دوستان، همین الان ریوارد 2 تاچ شد و ما میتونیم یا سیو سود بکنیم برای ریوارد های بالاتر یا اینکه همینجا به طور کامل خارج بشیم. من اینجا به طور کامل خارج شدم، بنابراین امروز رو 2 ریوارد مثبتم اینجا گرفتم. قبلا هم که روی طلا 2 تا پوزیشن داشتیم. بذارید تو متا تریدرم من این رو ببندمش. خب عرضم به حضور شما که ما روی طلا چون 1.5% من هر پوزیشن رو وارد میشم، یه 4.5 داشتیم، یه 3%، یعنی 2 ریوارد مثبت. الان هم یه 3%، 6 با 4.5 10.5%. روز خوبی بود. 3 پوزیشن، هر 3 تیپی. خدا را شکر. خدا نگهدار.